آیا تا به حال حس کردی توی این زندگی فقط یه چرخدنده کوچیک در یه ماشین بزرگ و بیروح هستی؟ فایت کلاب یه فریاد خاموش، یه طغیان علیه قواعد بیرحمانه دنیای مدرن و یک نگاه بی پرده به تاریک ترین گوشه های ذهن انسان. این فیلم درباره چیه؟ داستان از زبان یک راوی بینام روایت میشه، مردی که از بیخوابی های مزمن و پوچی زندگیش به سطوح آمده. اما وقتی که با تایلر داردن، مردی کاریزماتیک و بی‌پروا آشنا میشه، زندگیش زیر و رو میشه. اونا با هم باشگاه مشتنی رو افتتاح میکنن، جایی که مردان خسته از زندگی روزمره برای احساس کردن واقعیت مشتهاشون رو به کار میگیرن. اما چیزی که شروعی برای رهایی به نظر میرسید کم کم به یک آشوب کنترل ناپذیر تبدیل شد. این فیلم فکت‌های روانشناختی جالبی داره. فکت اول، اختلال هویت تجزیه‌ای یا DID. یکی از نکات اصلی فیلم اختلال شخصیت چنگانه است. تایلر در واقع تجسمی از خواسته ها و غرایز سرکوب شده راویه. این اختلال در اثر تروماهای عمیق روانی و برای حفاظت از روان فرد شکل میگیره. مکانیسم دفاعی تجزیه به اون اجازه میده تا بخشهایی از خودش رو که نمیتونه بپذیره رو جدا و به شکل یک شخصیت دیگه تجربه کنه. فکت دوم، پوچی و بحران هویت توی دنیای مدرن. فیلم به زیبایی نشون میده که چطور مصرفگرایی و روزمرگی انسان رو از معنای واقعی زندگی دور میکنه. چیزی که داری تو رو تعریف میکنه. این شعاریه که ذهن شخصیت اصلی رو تسخیر کرده و اونو به جایی میرسونه که برای رهایی از این قفس تمام داشته‌هاش رو نابود کنه. سلام رفقا، بازم منم، اما این دفعه اومدم شرایط چالش رو بهتون بگم. شما برای شرکت توی چالش $100 باید 2 تا کار انجام بدید. اولیش اینه که باید این فیلم رو ببینید و یک ویدیو ریاکت 30 ثانیه‌ای از خودتون بگیرین. دومیش اینه که شما باید توی ریاکتتون جمله یا متنی که در ادامه ویدیو برای شما زیرنویس میشه رو حتما به کار ببرین تا توی قرعه کشی و جوایز ما شرکت داده بشید. به امید پیروزی تک تک شما عزیزان، دوستتون داریم. فکت سوم، نقش کاتارسیس یا همون تخلیه هیجانی. باشگاه مشتنی فضایی برای تخلیه هیجانات سرکوب شده است. در روانشناسی تخلیه هیجانی یکی از روش‌های مؤثر برای کاهش استرس و اضطرابه، اما وقتی بدون کنترل یا هدایت درست باشه میتونه به خشونت و آشوب تبدیل شه. فکت چهارم، نقد روانشناختی مصرفگراییه. تایلر داردن نماینده طغیان علیه ایدئولوژی مصرفگراییه که در اون افراد ارزش خود رو بر اساس دارایی هاشون میسنجن. این فیلم به ما یادآوری میکنه که هویت انسان نباید توسط اشیا تعریف بشه. فکت پنجم، پیامد سرکوب خشم. در طول فیلم میبینیم که راوی چگونه خشم سرکوب شدهش رو از طریق تایلر آزاد میکنه. این نشون دهنده اهمیت پذیرش و مدیریت سالم احساسات. در غیر این صورت سرکوب میتونه به رفتارهای خودویرانگرانه یا آسیب به دیگران منجر بشه. فکت ششم، قوانین باشگاه مشتنی. قوانین معروف باشگاه مشتنی مثل درباره باشگاه مشتنی صحبت نکن نمایانگر قواعدی هستند که برای ساختن یک اجتماع انقلابی به کار گرفته میشه. اما همین قوانین نیز نقدی بر ساختارهای اجتماعی و کنترل بر رفتار افراده. و مفهوم پیام روانشناختی فیلم چی میتونه باشه؟ باشگاه مشتنی یه آینه است که به تو نشون میده در دنیایی که همه چیز برات انتخاب شده چگونه باید خودت رو پیدا کنی. اما نکته مهم اینه که بین آزادی و هرج و مرج یک مرز باریک وجود داره.
این به ما میگه که برای بازسازی زندگیمون گاهی باید همه چیز رو خراب کنیم، اما باید مراقب باشیم که این نابودی خودمون رو هم بر نگیره. و اصلی ترین سوال مخاطبین عزیز چنل، چرا باید این فیلم رو ببینیم؟ باشگاه موش‌زنی یک فیلمه که با ضرباتی که به تو میزنه تو رو به فکر فرو میبره. یا واقعا زندگی تو خودت کنترل میکنی، یا فقط یه عروسکی توی دستای جامعه‌ای که مدام به تو میگن چی بخری، چی بپوشی و چی آرزو کنی. یا آماده ای تا با دیدن این شاهکار ذهن و باورها تو به چالش بکشی؟ کانال رو سابسکرایب کن. اینجا جاییه که با داستانهای بزرگ واقعیت زندگی رو کشف میکنی. و به یاد داشته باش اولین قانون دیدن باشگاه موش‌زنی یا هاید کلاب اینه که هیچ وقت درباره اولین باری که این فیلم رو دیدی سکوت نکنی.